سلام، با یک ترفند جدید از اکسل. آیا شما میدانستید که در اکسل هم میتونید چنین آیکن هایی را تهیه بکنید؟ به خاطر تهیه کردن آیکن ها شما اعدادتان را بیاین در اول تایپ بکنین. بعد از اینکه اعدادتان را تایپ کردین بیاین بگین که مساوی رپت، از فانکشن رپت شما استفاده بکنین. وقتی کار کردین بیاین دبل کوتیشن باز بکنین، ویندوز کی همراه نقطه را فشار بدین، در اینجا هر آیکنی را که شما دوست دارین انتخاب بکنین. به طور مثال ما میخوایم قلب باشه. وقتی قلب انتخاب کردم کوتیشن خود بسته میکنم، کاما و رفرنس یه عدد میتونم به می اندازه میگم به ما آیکن چاپ شوم. وقتی انتخاب کردم در این قسمت میام دبل کلیک میکنم. وقتی دبل کلیک کردم اینجا میایم یک کلیک میکنم. حالا ببینین یک قسم نیست، مثلا شکل منظم نداره. به خاطر منظم کردنش شما همگی زیر دو وسط بکنین. شاید در ذهن شما سوال خطور کنه که استاد اونجا رنگ سرخ است، پس بیاین از این قسمت فونتش هم تبدیل بکنین به سرخ. هر قسمی که نیاز دارین یک بولدش هم بکنین تا مقبولتر و زیباتر شه. اگر خوشت آمد لایک و سابسکرایب فراموش نشه.